باری اول در تاریخ صاحب استقلالی کشور عزیزمون 7 تن از ورزشکاران رشته گشتین کورش به قهرمانی جهان سفربر کرده شدند. این مسابقه در شهر اشخاباد کشور ترکمنستان راه اندازی کرده شد. در روز اول برگزاری این قهرمانی جهان مردان سنگین وزن بر روی گلیم برآمدند. فردوس نسیمов پهلوان سنگین وزن میهن زیر وزن 100 کیلوگرم هنرنمایی عالی نشان داد. این پهلوان قوی بازوی کشور در دور اول قهرمانی جهان با نماینده عربستان سعودی محمد الاسمری پیروزی به دست آورده به دور چهارک نهایی برآمد. در این مرحله فردوس با پهلوان کشور یونان تنتور مسمندیز رقابت کرده با مشکل پیروزی به دست آورد و راهی دور نیم نهایی شد. در رقابت نیم نهایی باشد فردوس از پهلوان ازبک جمشید محمد رحیمov شکست خورد و امکان راه یافتن به رقابت نهایی را از دست داد و با نشان برنجی قهرمانی جهان قناعت کرد. پهلوان نامآشنای میهن محبوب راغبان گشتین ملی تاجیکی خورشید مجیدوف در وزن اضافه 100 کیلوگرم در ابتدای مسابقه با حریف ناباب روبرو گردید. بیتکولا توکتوگانوف پهلوان قرغیز با خورشید ما بسیار هم رقابت شدید و دیدنی را به نمایش گذاشتند. این ورزشکار قرغیز در رشته سامبو با دستاوردهای بلند ورزشی دست یافته است که نمونه اساسی آن مدال طلایی چمپیونات جهان و جام جهان میباشد. خورشید ما نیز در رشته سامبو و جودو با دستاوردهای نظررس دست یافته است. در این رقابت جالب دست خورشید ما بالا شد و به دور چهارک نهایی برآمد. در دور مذکور پهلوان ما خیلی راحت نماینده کشور دمینیکن را با امتیاز حلال ناکام کرده به دور نیم نهایی را خط گرفت. حریف پهلوان ما در رقابت نیم نهایی نماینده ایران ابوالفضل تورابی گردید. در این نیروسنجی برای راه یافتن به رقابت نهایی پهلوان ما کاری کرده نتوانست. خورشید نسبت به ورزشکار ایرانی خیلی ضعیف بود و در ابتدای دیدار ورزشکار ایران دو دفعه موفق به گرفتن امتیاز چلا گردیده برتری خویش را زیاد کرد و بعدا دوباره به خورشید ما دو دفعه آگاهی داد که این کار ورزشکار ما را باز هم بدتر ساخت و این رقابت نیم نهایی نیز به سود پهلوان ما ختم نشد و خورشید مجیدوف برنده نشان برنجی قهرمانی جهان گردید. همین گونه در روز اول قهرمانی جهانی کورش سه پهلوان ما توانستند دو مدال برنجی به دست آورند.